روز عرفه است، روز دعا و ذکر و تضرع و ابتهال و راز و نیاز است. یا رب العالمین، یار هر دل غمی، یا رب العالمین، یا رب العالمین. در یک روایتی دیدم که عرفه را و عرفات را که به این اسم نامیده‌اند چون این روز و اون مکان موقعیتی است برای اعتراف به گناه در پیش پروردگار. اسلام اعتراف به گناه را در پیش بندگان مجاز نمی‌داند. کسی نباید گناهی را که انجام داده است بر زبان بیاورد و پیش کسی به اون اعتراف کند، اما پیش خدا چرا؟ بین خودمون و خدا خلوت کنیم و به قصورهامون، به تقصیرهامون، به خطاهامون، به گناهانمون که مایه روسیاهی ماست، مایه بسته شدن پروبال ماست، مانع پرواز ماست، اعتراف کنیم و از آنها توبه کنیم. ای مفتاح دلم، حل هر مشکلم، در دریای گناه عشق تو ساحلم، اله المخلصین، یا رب العالمین. همین رابطه با خداست که سینه ها را، دلها را منشرح می کند، راه رو برای انسان باز می کنه، عزم و اخلاص به انسان می دهد، به کارها برکت می بخشد، توفیق الهی را سایه گستر بر سر انسان می کند و نتیجه پیشرفت در خط اصیل ارزش‌های اسلامی می شود. یا رب العالمین، یا